سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب من سوها لوکس استیت. امروز من اینجا هستم که بهترین آپدیت مارکت ریال استیت دبی رو در اختیارتون قرار بدم و این اولین پست من هست توی یوتیوب. اینجایی که من قرار گرفتم توی ساختمون پلس رزیدنس هستش، یکی از برندهای شرکت سازنده امار توی لوکیشن کریک هاربر و قراره که اطلاعات کامل این ساختمون رو با شما به اشتراک بذارم. شرکت سازنده امار دولتی و معتبر هستش که 3 تا برند داره که سیگنیچرش هست به اسم ویدا، پلس و ادرس که در حال حاضر توی منطقه کریک هاربر اینجا که قرار گرفتیم پلس رزیدنس هست و روبرومون ویدا هستش. در حال حاضر شروع قیمت ها از 2 میلیون تا 2,500,000 درهم هستش برای واحدهای یک خوابه 64 متری و فکر میکنین توی لانچ جدید واحدهای یک خوابه که پروژمون هم اسمش مانتیاواست شروع قیمت ها چقدر باشه؟ 1,900,000 درهم برای واحدهای یک خوابه با متراژ 70 متر. ولی سال 2020 همین واحدهای یک خوابه رو بین شروع قیمت 1,200,000 تا 1,500,000 درهم خرید کردن و در حال حاضر با 2 میلیون تا 2,500,000 درهم دارن خرید میکنن. از متراژهای 64 تا 70 متر مربع. فکر میکنید در حال حاضر چقدر این پروژه سود کرده؟ 35% تا 45% ما اینجا ارزش افزوده داشتیم. در حالی که هنوز هیچی توی منطقه کریک هاربر نیامده، نه برج آینده، نه مدرسه، نه مال، نه بیمارستان و این لوکیشن، این منطقه یکی از مناطقی که قطعاً ارزش افزوده بیشتری رو خواهد گرفت. بریم با هم دیگه داخل این پروژه رو هم ببینیم. البته از اون ور باید بریم. منطقه رو نشون بده، ساختمونای اطراف، پلی که از این ور به اون ور زمین اصلی رو به قسمت جزیره وصل میکنه. یه پل پیاده روی هستش. بریم با هم دیگه قسمت کافی شاپ این ساختمون رو ببینیم، یعنی پلس رزیدنس. یه لابی فوق‌العاده جذاب داره. این لابی رو بریم با همدیگه ببینیم. پلس کلاً یه سبک سلطنتی و مدرن داره که اینجا سلیقه و علایق اماراتی خود دبی هستش و به نظرم این سبکیه که سنت و اصالت این کشور رو نشون میده و مدرنی هم کمی قاطیشه. قسمت رستورانش هست و کافی شاپ. خیلی دیزاین قشنگی داره و حس خیلی خوبی میگیرم من اینجا. نظراتتون رو توی کامنت حتما برام بنویسید. فضای پودیومش رو هم با هم ببینیم. قسمت استخرش هم اونور هست. این فضای پودیوم هست که شما راحت میتونید استفاده کنید، خودتون اینجا کافی میل کنید با مهموناتون و کلی لذت ببرید از این فضا.
ما قسمت آسانسورش هستیم و میخوایم بریم طبقات بالا رو هم با هم ببینیم و توضیحات بیشتری بهتون بدم اونجا. یکی از مزیت‌های خاصی که این ساختمونای برند دارن نسبت به ساختمونای معمولی این که رستوران‌های اکسکلوسیو خودشونو دارن. الان این قسمتی که اینجا هستیم استخرش هست که توی طبقات بالاتر قرار داره. ببینید چه ویوی جذابی داره. من که خودم عاشق این ویو هستم. رستورانایی که توی ویدا داریم اوریجنز و فلوه و فقط توی ویدا داریم، نه توی ادرس نه توی پلس. مختص همین ساختمون هستش و این یکی از مزیت‌های خاص این ساختمون هست که شما رستوراناتون هم اکسکلوسیوه. خوش اومدید به قسمت لاونجش. فضای خیلی باحالی داره که این برام الکل سرو میشه، درینک و این قسمت هم میتونید با دوستاتون بشینید و کلی گپ و گفتگو داشته باشید و از این فضا لذت ببرید. این قسمتی که هستم توی ارتفاع هست و کاملا میتونم بهتون توضیح بدم که ما این قسمت کریک بیچ رو داریم که فاز اولش هست و فاز دومش که به زودی تحویل میدن این قسمت هست و فاز سومش رو هم ما اون قسمت داریم که سال 2029 تحویلش هست. قسمت جذابش برای خودم این هست که برج آینده دقیقاً پشت سر ویدا هستش و پشت سر اون ساختمون ارکید یک قسمت گرین گیت رو ما داریم. دقیقاً اون قسمت زمین خالی میشه. ما این قسمت خط مترو رو داریم که سال 2029 آماده میشه، یعنی همزمان با تحویل پروژه هستم. میدونید که هر جا که مترو قرار بگیره ارزش اصلی میگیره اون پروژه‌ای که کنارش قرار داره. خب این قسمت امکانات بیشتری رو ما داریم مثل فضای سبز، کورنر بودن خود پروژه و از طرف دیگه ما اینجا مدرسه و کلی امکانات دیگه داریم مثل بیمارستان و تاورمون قراره که ویوی برج آینده رو داشته باشه. نکته جالبی که باید به شما بگم تراکم بیشتر این قسمت هست، یعنی قسمت گرین گیت که ما فقط 5 تا تاور این قسمت داریم، اما قسمت سنترال پارک ما نزدیک 40 تا تاور این قسمت داریم و این یعنی تعداد کمتر بیلدینگ توی قسمت گرین گیت. قسمتی که اینجا اصلی بهتون نشون دادم. در حال حاضر قیمت یک خوابه ها از 1,900,000 درهم شروع میشه، اما توی واردات آمادگی که ویدا بهتون نشون دادم از 2 میلیون تا 2,500,000 درهم ترانزکشناش انجام میشه. در حال حاضر دو خوابه های سری 10 رو داریم و 3 خوابه های پلاس میت رو داریم که ویوی خود زمین رو دارن و بعد دو خوابه ها شروع قیمتش از 2,500,000 درهم هست که آماده این دو خوابه ها که توی اون ساختمون بهتون نشون دادم از 3,200,000 تا 3,600,000 درهم داره ترانزکشن انجام میشه. 3 خوابه های پلاس میت این قسمت که کورنر قرار داره ویوی پارک رو دارن که شروع قیمتش از 4 میلیون درهم 4 میلیون خورده هستش و آماده تحویلش از 6 میلیون درهم به همین ترانزکشن میشه. برای خرید و بازدید از پروژه های شرکت سازنده امار توی لوکیشن کریک هاربر یا لوکیشن های دیگه با من سوها لوکس استیت در ارتباط باشید و یادتون نره که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. شماره من توی بایو براتون قرار گرفته.